ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امید و ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه ما پیک شادی. بینندگان عزیز، همراهان و همیاران همیشگی پیک شادی، سلام بر شما. خیلی خوشحالیم که در پایان یک هفته دیگه فرصتی فراهم شد تا با پیک شادی در خدمت شما باشیم و امیدواریم بتونیم خنده رو به لبها و شادی رو به دلهای شما عزیزان هدیه بکنیم. خبر تو خبر این هفته آماده پخشه که با همونو میبینیم. شیرین گرفتن برای پسرم. فرمایه ببینید بشمرده این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمای ورشکسته‌ای که طبق معمول مشغول زدن نعل وارون است. هرگز هر مقداری که به جمهوری اسلامی به عمل ما، به رفتار ما، به مواضع ما نزدیکتره، قهرن نزدیکتره. این خیلی مهمه. این موجب شده است که همدلی بی‌نظیری به وجود بیاد بین ملت ایران و ملت‌های مسلمان در سرتاسر دنیای اسلام. این الان وجود داره. الان در شرق دنیای اسلام، در غرب دنیای اسلام، از منتهی علیه آسیا تا اعماق آفریقا، ملت‌ها با ملت ایران دل خوش دارن. این هم یه نمونه از همدلی ملت عراق با ولایت فقیه. ببینید چطوری عکس قاسم سلیمانی رو پایین میکشن. اصل قضیه اینه که مهار اوضاع از دست عظما خارج شده و هر کار میکنه اوضاع ردیف نمیشه. یکی نیست به عظما بگه ملت‌های منطقه و دنیا رو اجالتاً بیخیال شو. ببین مردم ایران چه بلایی سر آخوندا میارن. سوار تاکسی شدم، یک مسیری رو میخواستم برم. بعد راننده تاکسی هم یه پیرمردی بود، بنده خدا. وقتی که نشستیم گفت حاج آقا این چه مملکتی است که شما درست کردید؟ همه دوست شدن، همه نمیدونم فلان شدن، همه بچهای ما معتاد شدن. منم چیزی نگفت چون میدونست مثل اون دوتا آخوند قمی میزنن ناکارش میکنن. این آخوند کتک خورده رو ببینید، میگه غرض شخصی نبود، ما رو زدن چون آخوندیم. واقعا متاسفم از نیروی انتظامی که این دروغ بزرگ رو به من و به اون دوست عزیزی که مجروح شده و در حال کشته شدن بود نسبت داد. این چه دروغیه که شما به تو فضای مجازی و تو اخبار شبکه ها پخش میکنید که این دوتا غرض شخصی داشتن با لوله افتادن به جون این بندگان خدا. اگر کسی غرض شخصی داره، خونش بلده، میاد در خونش طرفو میزنه.
یا میاد در خود مسجد که اومد بیرون میزنه یا یه جوری میزنه که کسی نفهمه. این بنده خدا بر فرض محال که شما میفرمایید غرض شخصی، اولا غرض شخصیش چیه؟ ثانیاً هنوز طرف ضارب و دستگیر نگردی، از کجا فهمیدی که غرض شخصیه؟ ثالثاً من که از راه رسیدم دیدم دارن این شیخ رو میکشن، رفتم نجاتش دادم، منم غرض شخصی داشتم؟ با منم غرض شخصی داشتم؟ برای که بسیجی‌ها تو این وضعیت بیشتر از این وانرن، عظما مسابقات تیراندازی بین المللی برگزار کرد. این مسابقات با حضور 6 تیم خارجی در یزد برگزار شد. در مراسم اختتامیه 8مین دوره مسابقات بین المللی تیراندازی 2022 نظامیان جهان در یزد، تیم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر سکوی قهرمانی ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. یه جوری میگه مسابقات جهانی، اگر کسی ندونه فکر میکنه 600 تا کشور تو شرکت کردن. اسامی کشورها رو خودتون ملاحظه کنید تا معلوم بشه چقدر جهانی بوده. مسابقات بین المللی تیراندازی 2022 با حضور 8 تیم از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه، بلاروس، زیمبابوه، آذربایجان و ازبکستان به مدت 10 روز در یزد برگزار شد. عظما و پاسدارای درب و داغونش میخواستن بگن خیلی مسلطن، اما باز هم بز آوردن. مشنگستان این هفته رو با این جماعت مشنگ شروع میکنیم که همه با عبا و عمامه و ریش و تسبیح جمع شدن تا یه تقاطع رو وسط خیابون افتتاح کنن. وقتی توی جلسه رسمی شهرداری طرف پاسور بازی میکنه، خب از توش افتتاح تقاطع در میاد دیگه. پول میندازن توش دستگاه پارکینگ پارکمنت بزنن. من فکر کنم هم یک درآمد خوبی برای خود دولت هست، همین که مردم سرگردون نمیشه. دیدید تلویزیون‌های خارجی مسابقات استعدادیابی ترتیب میدن؟ آخونده هم با همون الگو یه تالنت شو برای مداحان ولایی ترتیب دادن. از اون روز دالا گریه میکنم این پاسدار عباسی هم دیده عظما بدجوری تو مخمسه حقوق بشر گیری کرده، تصمیم گرفته کلاً زیرا به عبارت حقوق بشر رو بزنه. چون هیومن رایتس معادل کلمه حقوق و بشر نیست. رایتس از راست فارسی رفته تبدیل شده به کلمه به نام رایتس در زبان انگلیسی. اصلا رایتس به معنی در عربی به معنی مستقیم و صحیحه، به معنی حق نیست. مفهوم رایتس، وریتاس، لیگال یا مشخصاً لا، همین LAW که اساس رشته است که تو ایران بهش میگن حقوق، هیچ کدوم اینا معادل کلمه عربی حق و حقوق نیست. یکی نیست به این پاسدار بگه آخه توی لومپن رو چه به واژه شناسی و حلاجی کلمات انگلیسی، این دیواری نیست که بتونی ازش بالا بری. از اون مشنگتر این رایفی پوره که ببینید نوچه‌هاش کلمه ترکی چالدوران رو چطوری به انگلیسی نوشتن. چقدر زیبا اینجا زدم. من دقت کردم دیدم چالدوران نوشته چایلد ایران، به جای او آی گذاشته، یعنی فرزند ایران. حالا تو این اوضاع و احوال آخوندا دنبال معرکه‌گیری به اسم 40 هستن و بسیجی‌ها هم اینطوری نقش ترانزیت ویروس رو بازی میکنن. این گذرنامه بنده است، این هم مهر خروج، چند 10/6/1401. من نگاه کن واکسن هم نزدیم، دروغه. به جای واکسن چی زدیم بچه ها؟ واکسن ندیم. این پا نگاه کن، این پا بیقالا پا
این پای آقای کهنساله، این پای آقای کهنساله. باکس زدم در واقع، باکس. من باکس زدم. اینم باید چکی پای غلطه. این هم خانم ها هستن. شما خانم ها واکسن زدید؟ دشمنی آخوندا با موسیقی تمومی نداره. یکی از جدیدترین ورژن‌های این کینه کشی رو با هم ببینیم. موسیقی همون شرابه، منتها شراب از طریق دهان آدم مست میکنه، موسیقی از طرف گوش مستی و غفلت. و متاسفیم بگیم که الان ماده های ما هم گرفتار شده. که هر چقدر بتونیم از این شیء موذی فاصله بگیریم ایمانمون بهتر. تنفر مردم از آخوندا کوچیک و بزرگ نمیشناسه. ببینید مردم چطوری به بچه هاشون یاد میدن که از آخوندا فاصله بگیرن. حسام بیا بابا، نری پیش دعیس. حسام بیا ایور نخورتت، بیا ایور نخورتت بابا، بودو. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به محصولات دانش بنیان عظما بزنیم. اول از این برف‌پاکن هوشمند شروع میکنیم. عصر روز جهانیه. اینجا یک گیره کبری براش پوزید اومده که بهش یک بازوی میده برای حرکت. این تا اینجا حرکت میکنه، خیلی هوشمندانه است. دقت تا اینجا حرکت میکنه، از چه بعد موتوری نمیاره بالا. بقیه‌اش از این بالا میره. همین چراغ میشوره که بارون و اینا خوب دیده بشه. میذاره بلندتر حرف بزن. ادامه‌ش رو میاد از اینجا میشوره. پایینم میاد. وسط هم مهم نیست. آره. ممکنه دورم بزنه، پایینم میتمیز کنه. این هم یکی دیگه از آپشن‌های ایران خودروه که به عقل هیچ کی نمیرسه. بیا پایین. این یکی هم دیگه نیازی به شرح و تفسیر نداره، خودتون ملاحظه کنید. آقا این راهنمایی هم بزن. حتی کجا میری؟ کل ترمزای ایران خودرو رو بذارن روی هم دیگه، انگوش کوچیکه ترمز این آقا اسبه هم نمیشه. این ابتکارات فقط به عرصه خودروسازی محدود نمیشه. این شما و این تلموش دانش بنیان. مشنگستان این هفته رو با کلیپ طنزی به پایان میبریم که کاربران فضای مجازی در رابطه با امام مشنگا ساختن. خیلی خرید. این آخوند پرتاب رفته توی تیوی ریش مهمون برنامه شده. 1 ساعت حرف میزنه، آخرش معلوم میشه اسم برنامه رو هم نمیدونه. اینجاست که مجری تیوی ریش هم هنگ میکنه. با عرض سلام محضر مبارک قطب عالم امکان بقیت الله الاعظم، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و نائب به حقشون خلف صالح امام راحل سلام الله علیه، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای سلمه الله تعالی و عرض سلام و ادب محضر همه ملت ایران، بلکه همه مسلمین، بلکه همه انسانها، مخصوصا کسانی که بیننده شبکه سوم و برنامه خوب سلام صبح بخیر یا صبح بخیر ایران. آقا این همه صحبت کردی، خب یه مطالعه کوچولو هم درباره برنامه می‌کردیم دیگه. و 5 دقیقه‌مون هم رفت بریم سر اصل.
این هم یکی از اعضای علالبدل کمیته فدراسیون فوتباله که تو مصاحبه شرکت کرده، اما وسطش میاد به مجری چشمک بزنه که بحثو عوض کنه، اما چنین صحنه زاگاریتی پیش میاد. اولا که ببینید مجلس از نظر اخلاقی قضیه بخوایم آیا تو یه نکته بگم بهتون؟ از نظر اخلاقی قضیه ما بخوایم بحث کنیم، آیا تو یه نکته بگم بهتون؟ از نظر اخلاقی قضیه ما بخوایم بحث کنیم، این دوستی که این صحبت رو از اون مجمع داده بیرون، حالا هر کی بوده، به نظر من آقای عزیزی این کار چیزی نبوده. در پایان توجه شما را به هنرنمایی یک کودک هموطن جلب می‌کنیم. ببینید با ساز قانون چه میکنه. سلام. سایبریون یا فاکتوریون از بازوهای جنگ روانی نظام آخوندی هستند. کار این جماعت یکی از کثیف‌ترین شیوه‌های تبلیغاتی رژیمه که معمولاً علیه مخالفین نظام استفاده میشه. در یک کلام کار این جماعت آلوده کردن فضای مجازی، گمراه کردن مخاطبان و مالکشی جنایت‌های رژیم و خراب کردن وجهه اپوزیسیون این نظامه. به همین منظور گله‌های سایبری رو به طور خاص به توییتر فرستادن تا اونجا به شیوه‌های مختلف فضا رو خراب کنند. بعدش دیگه اومدیم با دوستان نشستیم که ما چیکار کنیم، این فضا رو ولش بکنیم که نمیشه، اینا پرروتر بشن، بیام یه حرکتی بکنیم که بتونیم فضا رو از درون مدیریت بکنیم، که دیگه اومدیم نرم افزارهایی ساختیم که 256 تا اکانت، این اکانت‌های ما می‌ساختیم، اینا می‌ساختیم به این شکل. اسم نرم افزار، یعنی متوجه نشدم، یعنی در کنار توییتر یه سری نرم افزار رو ساختیم؟ آره، یه نرم افزاری ساختیم که از API توییتر استفاده می‌کنه و توی توییتر پست می‌ذاره. مثلا چی، حالا دیگه گذشته میگم دیگه. مثلا فرض بکنید یه متنی ما می اومدیم به اسم افراد اثرگذاری تو توییتر بودن و همشون هم ضد انقلاب بودن و منافع داشتن، فعالیت میکردن، اکانت درست میکردیم. حالا با یه آیه، یه نقطه، یه چیزی بالاخره عین شبیه به اون اکانت میشد، عکس همون بود، اسم هم بود، بعدم یه آیه، یه چیز فیکی، حالا شاید اینم حاشیه بشه. خب درست میکردیم، بعد شروع میکردیم فعالیت کردن. یه عملیات روانی بود که آتش به اختیار داشت انجام میشد. بعد یه اکانت یکی از اسم یکی از اکانت‌ها توییت میشد، بقیه اکانت‌هایی که مثلا رفیقای اونم بودن اینو توییت میکردن. بعد کار به جایی میرسید که اون خود طرف اصلا میومد، یعنی دوستای واقعیش هم میومدن اکانت فیکشو بازنشر میکردن. چه با خنده هم میگه هه. اگه میخواستن مجسمه وقاحت رو درست کنن باید این شکلی میشد. میگه ما برای تهاجم به مخالفین نظام اکانت فیک درست میکردیم، یعنی همینقدر تو خالی، همینقدر چیپ. آخه اکانت فیک توی توییتر دووم نمیاره، بلافاصله صاحبش بفهمه گزارش میکنه، توییتر هم میبنده.
ولی این آبروریزی ها که براش مهم نیست. مهم اینه که یک دروغی رو ولو چند ساعت توی اذهان بچرخونه. یه نمونهش تو آبان 98 بود که رژیم اومد یک اکانت ساخت به اسم الکسیس کولر که رئیس دفتر ماکرون تو کاخ الیزه بود. برای اینکه اکانت هم طبیعی جلوه کنه، از یک اکانت قدیمی که از 5 سال پیشش وارد توییتر شده بود استفاده کرده بودن. بعد از قول اون توییت زد که مجاهدین به زودی از فرانسه اخراج میشن. کمتر از یک روز بعد اما کاخ الیزه جواب داد که نه تنها این خبر کذب مطلقه، بلکه اصلا این آقای کولر اکانتی توی توییتر نداره و توییتر هم این حساب جعلی رو بست. یه بار دیگه عین همین ماجرا رو در روزهای پایانی دولت ترامپ پیاده کردن. یعنی اومدن با درست کردن یک حساب جعلی از خانم سمسامی، نماینده شورای ملی مقاومت در آمریکا، مثلا از هموطنان دعوت کردند که در تظاهرات یکی از احزاب آمریکا شرکت کنند. هموطن عزیز، انزوای امروز رژیم جنایتکار آخوندی و انهدام اقتصاد و همه اعتبارش حاصل تصمیمات شجاعانه پرزیدنت ترامپ است. از شما دعوت می شود تا در تجمع هواداران ترامپ در مقابل کاخ سفید شرکت نمایید. بعد قرار دوستداران ایران ورودی شمالی ساختمون کپیتول. وقتی تو فرق کپیتول که مقر کنگره و سناست با کاخ سفید رو نمیدونی، برو یکی رو پیدا کن که حداقل فرق این دو ساختمون رو بدونه، بعد سند جعل کن. بعد اونقدر شتاب زده عمل کردن که امضا زدن نماینده شورای عالی مقاومت در آمریکا. تو فقط به من بگو شورای عالی مقاومت رو از کجا آوردی؟ اسمش هست شورای ملی مقاومت ایران. یعنی جعل کردنشون هم مثل مستعانشونه. رد پای این تفکر مستعان نشان و پاسدار سلامی بیمغز رو میشه همه جا پیدا کرد، حتی تو نحوه کار کردن این سایبریا. طبیعیه که این اکانت هم بیش از چند ساعت دووم نیاورد و توییتر اون رو ساسپند کرد و حتی یک نفر رو هم فریب نداد که به خاطر این توییت پاشه بره جلوی کنگره. اما پدیده‌ای که در چند ماه گذشته بیشتر اسمش مطرح شده، پدیده فاکتوریون هست، بر وزن فاطمیون و عماریون، که اشاره است به گردانهای سایبری نظام که به درخواست توییت و ریتوییت میزنن، بعد توییت ها رو فاکتور میکنن و پولش رو میگیرن. این پدیده رو اولین بار در یک جنگ باندی نوچه ولایت یعنی رائفی پور بندش رو آب داد که ظاهرا بعضی این که میخواستن یه هشتگ برای سلیمانی جنایتکار ترند کنن، سر اینکه پول رو به کدوم باند بدن دعواشون شده بود که این اومد توی توییتر به اون یکی باند پرید و گفت چند روز پیش در جلسه متوجه شدم هشتگ موفق هیرو را که همچون سال گذشته محصل زحمت همه بچه‌های انقلابی خصوصاً مصاف بوده را به نام خودشون فاکتور و رزومه کردند. به خاطر خیانت به بیت المال هم که شده، باید این اوباش رسانه‌ای را سر جایشان نشاند. در این توییت که مال زمستون سال گذشته است، خیلی واضح داره میگه ما توییت زدیم ولی یه سری دیگه فاکتورش کردن. بعد هم به این که از کیسه بیت المال بهشون پول میدن هم اعتراف کرد. پس یعنی اولا توییت ها برای قاسم سلیمانی به خاطر پول بوده، دوما این که پولش هم از کیسه بیت المال یعنی جیب مردم پرداخت کردن. توییت برای مالکشی جنایت های سلیمانی ولی پولش از جیب مردم. این صحنه‌ای که توی توییتر فارسی درست کردن. این موضوع که درس کرد دیگه انواع و اقسام نمونه‌هاش از جاهای مختلف بیرون زد. جدول تعرفه تولیدات محتوایی یک مجموعه دولتی به دستم رسیده. یه چیزی دیدم واقعاً تعجب آوره. برای هر توییت از 15 تا 50,000 تومان پرداخت میکنن. 50,000 تومان که چیزی نیست. قبلا 5-6 میلیون تومان برای هر توییت بود. این که قیمت ها بالا پایین میشه احتمالاً به این دلیله که نرخش با میزان لایک و ریتوییت بالا پایین میشه. مثلا بهش میگه 3 تا توییت زدی 15,000 تا، هر 100 تا لایک هم 5,000 تا میاد روش، با یه ساندویچ ورد ببر، از سرت هم زیاده. در جریان رو شدن فساد فولاد مبارک هم که حتما یادتون هست، رو شد که فقط برای لاپوشانی دزدی‌هاش 417 میلیون تومان خرج کرده تا توی توییتر به نفعش توییت و ریتوییت بزنن. یا مهره‌ای مثل عباس عبدی از بازجویان دهه 60 و از سرباندهای اصلاح طلبای امروزی اینطوری سازوکار لشکر سایبری رو تشریح کرد. برخی افراد با گرفتن پول و پروژه دفاع از سیاست‌ها را به صورت پیمانکاری انجام می‌دهند. لشکر یا ارتش سایبری و مطبوعاتی از این جمله است.
اینها به آنچه میگویند یا مینویسند لزوما اعتقادی ندارند و حتی قادر به تحلیل و توصیف و دفاع از آنچه پیمانکاری آن را قبول کرده‌اند نیستند. در نتیجه در مواردی سکوت می‌کنند تا دستور از بالا برسد یا با مسخره کردن و بحث‌های انحرافی سعی می‌کنند ماجرا را دور بزنند. از این مثالا زیاده که وقتی رژیم میخواد حول موضوعی جریان سازی کنه از این تاکتیک استفاده میکنه. مثلا نمونه اخیرش در جریان اعتراضات عراق بود که وقتی میخواستن این جریان رو تخطئه و لوث بکنن توی توییتر همین اوباش فاکتوری دست به کار شدن و همینطور که ملاحظه میکنید بدون ذره خلاقیت حتی فقط متن داده شده رو کپی پیست کردن. 1 2 تا 3 تا 4 تا همینطور زدن توییت بزن فاکتور کن. یا مثلا در راستای سیاست نگاهی به شرق خامنه‌ای در این نمونه ظاهرا خط اومده که از کره شمالی دفاع کنن، بعد یهو تو می‌بینی یه سری راه افتادن دفاع از کره شمالی. حالا چرا؟ چون پول خوبی میدن. این موضوع تو رسانه‌های رژیم هم بازتاب پیدا کرد و مثلا تو این سایت از قول یک کاربر بسیجی که خودش در پروژه‌های هشتگ سازی نقش داشته نوشتن که تو رژیم 4 نوع کاربر هست. یکیش سازمانیه، یعنی کسانی که شغلشون اینه که کارمند یکی از همین ارگان‌های تبلیغاتی سایبری نظام هستند، مثلا سراج، بسیج، مصاف، جنگال، که اینها ماهانه پول میگیرن. یه دسته دیگه هم پروژه‌ای کار میکنن، چیزی شبیه به تبلیغ یا رپورتاژ که از 100,000 تومان تا چند صد میلیون تومان پول برای هر پروژه هم میگیرند. یه نمونه دیگه از این هشتگ‌های فاکتوری رو یکی از نزدیکان قالیباف به نام محمد صالح مفتاح رو کرد. وقتی شنیدم یه سری پیدا شدن و بعد از کشته شدن حججی هشتگ فاکتور کردن و بابتش پول گرفتن، دیگه هیچ دعوای هشتگی برام عجیب نبود. اما یکی از پروژه‌های ثابت این اوباش فاکتوری که در ماه‌های گذشته خیلی بهش دامن زدند، یعنی پول خوبی براش گرفتن، پروژه حمله به مجاهدین و همزمان دمیدن در بادکنک سلطنت مدفونه. مثلا این نمونه رو شما ملاحظه کنید. زیر توییت خانم رجوی یک کاربری یه جمله‌ای نوشته: درود بر مریم رجوی، پرچمدار نبرد با دیکتاتوری ولایت فقیه. یهو تو می‌بینی زیرش 240 نفر اومدن ریپلای زدن. یعنی چیکار کردن؟ فقط فحاشی کردند و تقریبا همشون هم هشتگ جاوید شاه میزنن. این نمونه جالبیه. یکم روش وای میستیم ببینیم این واکنش از کجا در اومده. اکانت رو که نگاه می‌کنی در نگاه اول خیلی متفاوت به نظر میرسن. امید تایگوجالو، آدیجا لوکسانا، لاکی، سپنتا پهلوی یا تهمتن. من اسمش انگار که طرف اومده کتاب ارباب حلقه رو باز کرده، اسم رو گفته یکی هر کی برداشته زده برای اکانتش. اما وقتی روی اکانتاشون ریز میشی هم تو سالهای مختلف اومدن ها. یکی مثلا 2019 اومده توییتر، یکی 2018 2017. ولی خیلی جالبه که طرف از 2017 توی توییتر فقط 7 تا توییت داشته که خیلی اتفاقی هر 7 تا توییتش هم زیر توییت هاییه که در حمایت از خط و سیاست مجاهدین زده شده. توییتش هم فقط یه فحش با الفاظ رکیک علیه مجاهدین و بعد هم هشتگ جاوید شاه. حالا بریم سراغ یه کاربر دیگه. از سال 2010 توی توییتر، توی بیو یعنی معرفیش نوشته فقط فریاد جاوید شاه، ولی باز کل فعالیتش زیر همون چند تا توییت مشخص اومده فقط علیه مجاهدین فحش داده و هشتگ جاوید شاه زده. میریم یه کاربر دیگه تازه وارده از جوان 2022 اومده، ولی این هم باز تو همین چند تا پروژه مشخص نقش داشته، فقط فحش به مجاهدین و هشتگ جاوید شاه. بعدی ورودی 2019 ولی فقط 7 تا توییت، هر هفتم خیلی تصادفی زیر همون چند تا توییتی است که سفارش شده برن فحش بدن و هشتگ جاوید شاه بزنن. یکی دیگه با یک عکس و شکل دیگه ولی دقیقاً همون رفتار، یعنی زیر همون چند تا توییت مشخص همون فحشا همون هشتگ. وقتتون رو نگیرم، دونه دونه همین 200 رو که بری همین صحنه است. یعنی قشنگ معلومه که زیر توییت های مشخص بهشون پروژه میدن که برید فحش بدید و هشتگ بزنید. خروجیش هم تقریبا مشابهه. زیر هر کدوم هول و هوش 200 از این فاکتوریا از یک گردان سایبری کامنت دادن. آیا این صحنه میتونه کاملا اتفاقی رخ داده باشه؟ آیا اینها اکانت های جور و جور در گوش و کنار دنیا هستند
که همه فقط سر چند تا توییت مشخص یک واکنش مشابه با هشتگ مشابه دارن و هیچ توییت دیگه هم نمی کنند؟ یا اینکه این اکانت ها همه مزدبگیر یک پروژه مشخص هستند؟ اوباش فاکتوری که میگیم یعنی اینا. از اینا باید برحذر باشید. چرا؟ چون علاوه بر آلوده کردن فضا، کار اطلاعاتی هم شاید بکنند. سایبری های فاکتوری خیلی زیرپوستی رخنه کردن و به طرز احمقانه‌ای دنبال اطلاعات شخصی شما هستند. پرسیدن بیدلیل از مسائل شخصی شما چه در تایملاین و چه دایرکت از نشانه های بارز این احمق هاست. پس همونطور که ملاحظه می‌کنید، اوباش فاکتوری ابزار رژیم برای جنگ روانی در عرصه مجازی هستند تا مردم حقایق و راه‌های نجات خودشون رو نبینند و مطلع نشن. یه زمانی روی رادیو پارازیت مینداختند، یه زمانی بشقابای ماهواره رو جمع می‌کردند، یه زمانی سایت‌ها رو فیلتر می‌کردند و حالا می‌بینیم توی همون توییتر فیلتر شده اینجوری وارد میشن و سمپاشی می‌کنند. اما حقیقت راه خودش رو از میان این فضای غبارآلود بالاخره باز میکنه و وقتی به صورت آگاهی در میان مردم بروز کرد دیگه هیچ پارازیتی بهش کارگر نیست. وقت بخیر و خدا نگهدار. خیلی باید مراقب باشیم هممون، خیلی باید مراقب باشیم. اگر تو خوابت برد فقط این نیست که ما 1 سال عقب بیفتیم. سقوط هست، سقوط هست، سقوط هست. عظما جون بد جور حالم، میدونی خیلی پتالم، هرچی بادم جون عالم، کاشته شد تو چش و چالم. عظما جون دلم کبابه، مامورای ایرانستان همه فرار کردن توی تابه، نمیگی اما میبینم حالتم خیلی خرابه. عظما جون چیزی بگو، حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این خماری چیه؟ تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. عظما جون جون امام حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این بلا چیه؟ تو خماری پای منقل، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. سیاه بودن وضعیت مصیبتی خواهد بود. چیزی بگو، مواظب باشید، حرفی بزن، وگرنه میره دلم. کف کرگیه مهر کی بود که جونمو گرفت ازم. عظما جون چیزی بگو، حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این خماری چیه؟ تو حواست جای دیگه است، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. عظما جون جون امام حرفی بزن، بگو تو رو به خدا این بلا چیه؟ تو خماری پای منقل، تو خودت نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا، نمیدونی به خدا. سقوط هست، سقوط هست، سقوط هست. آخوندها تو این 43 سال برای اینکه سرنگون نشن تا دلتون بخواد نمایش و بازی و مسابقه را انداختن. از دعواهای لیبرال و ارتجاع در اوایل انقلاب
تا داستان مدرن‌گرایی و بعد هم اصلاح طلب و اصولگرا. حالا این دم آخری از اونجا که تمام اون بازی‌ها به انتها رسیده، آخوندها مسابقه ژنتیکی را انداختن. بله، از بچه شاه تا نوه خمینی و بچه خامنه‌ای یک مرتبه مدعی تاج و عمامه شدن و هر کدومشون تو این زمینه یک حرکتایی انجام دادن. امام جمعه خامنه‌ای هم به فرموده عظما مشغول خوابوندن مجتبی خامنه‌ای توی آب نمکن. اگر فرزند رهبری را مدظلهما رو مجلس خبرگان رهبری به عنوان رهبر آینده انتخاب کنه، آیا این حکومت موروثیه؟ ابدا و اصلا. در قانون شرایط رهبری فرزند رهبر سابق بودن نیست. نگفته که رهبر بعدی و لاحق حتما باید فرزند رهبری باشه، اما آیا منعی داره اگه همچین اتفاقی افتاد؟ منعی در قانون هست؟ اصلا و ابدا. بله، اصلا و ابدا. مگه وقتی آخوند روزخونی به نام علی خامنه‌ای یه شبه ولی فقیه شد منعی وجود داشت؟ مگه مثلا آخوندا قانون سرشون میشه؟ خلاصه اینکه از این دعوا هم چیزی عاید خامنه‌ای و رژیمش نمیشه و به مجتباش چیزی نمیرسه. انیمیشن طنزی در همین رابطه آماده پخش است که اون رو با هم میبینیم. آهای، داری چی کار میکنی؟ بابایی دارم پولای اهدایی فولاد مبارکه رو بیشمارم. پاشو بابا لنده هور، برو یه کم خارج فقه و اصول بخون، پس فردا کلاس میذاری اصول و از فقهت خارج میکنن. بابا جونی گفتی درس خارج فقه و اصول، یاد خارج افتادم بابا جون. یه سفر جور کن با منزل بریم انگلیس، دلم واسه عمو جکستانو تنگ شده بابا. موجی تو آخر جسم ناقص هم و دغمرق میکنی. پاشو برو منقل بیار یکم قیس کنی بچه. بابا جونی میگم یه وقت نکن از نوه امام عقب بیفتم. تازه شاهزاده‌ام شروع کرده بابا، تازه شروع کرده فعالیت. یکشون امامزاده است، یکشون شاهزاده. حالا بعد چی زاده؟ این وسط کاسه چکولم گرفتم دستم بابایی. آخه داغون، کل عتیقه ایران دست توه، بعدش هم تو عظمازاده ای، تو هم ژن خوکی بچه. حالا بپر منقل بیا تا دهنم بیشتر وا نشده. ولی بابا ایوه تا آیت الله نشم که فتیره. آیت الله چیه؟ مگه من بودم؟ یه شبه یه چی بستن بهم و سر و ته قضیه هم اومد. این کاش ابو اکبر بود. اگه بود برم بس شعابی کرد ولی فقیه. چی گفتی؟ به من تیکه میندازی گلابی؟ بچه پر رو. اکبر رفسنجانی میخوای چیکار؟ مگه من مردم اولاق؟ مگه جنتی مرده؟ 2 تا کلاس خارج فقه واسط اوکی میکنم با برامکس سپاه و یه آیت الله خوشگل مشکل ازت میکشم بیرون. حالا پاشو اون سگ مستمو بیار که آب دماغم راه افتاد. مقام معظم رهبری فرمود باید از جنایات نظام حمایت کرد، باید از مواضع ضد اسلامی مقام معظم رهبری حمایت کرد. مقام معظم رهبری حرفای گنده تر از دهانشو میزنه، این خنده‌داره. از این تریبون نماز جمعه هم میخواهم بگویم که مقام معظم رهبری تو هیچ غلطی نمیتونه بکنه. مقام معظم رهبری فریبکار، جلاد، غاصب که هست باید به محاکمه کشیده بشه. مسئله جنایات ما در سوریه همچنان موضوع روز هست. این اگر فضولی نیست بس فضولی چیست؟ این واقعیتی است که جز زبان زور زبان دیگری جواب ایران اسلامی نیست. ان شاء الله این رژیم ولی فقیه، این رژیم پوسیده متلاشی خواهد شد.
اخیراً رئیس سازمان نظام دامپزشکی آخوندا به مردمی که از گسترش مصرف گوشت الاغ نگرانند دلداری داده و گفته نگران نباشید. مصرف گوشت الاغ و اسب زیاد نیست. در واقع این مهره رژیم با این حرفش به همه اطلاع رسانی کرده و گفته که حقیقتا نگران نباشند، چون فروش گوشت الاغ و اسب در نظام آخوندی به یک امر رایجی تبدیل شده. خب معلومه که وقتی قیمت هر کیلو ران و راسته گوسفندی در بازار 148,000 تومان میشه و قیمت گوساله 225,000 تومان گزارش میشه، خب طبیعیه که یک چنین وضعیتی پیش میاد. حالا بیاید این خبر رو کنار گزارش خبرگزاری صدا و سیمای رژیم درباره حشره‌خواری بذاریم. همونطور که ملاحظه میکنید نوشته حشرات خوراکی جایگزینی سالم برای منابع پروتئینی. گروهی از محققان کره‌ای در مطالعه اخیرشان کرم‌های خوراکی را با شکر پختند و طعمی شبیه گوشت ایجاد کردند. از این طرف برای مردم ایران نسخه خوردن گوشت الاغ و حشره‌خواری میپیچند، از اون طرف گندم مردم ایران رو صادر میکنن به کشورهای همسایه برای مزدوراشون. صادر گندم برای کشورهای همسایه، گمرک بوشهر، جمهوری اسلامی ایران. خلاصه اینکه جواب همه اینا رو باید از زبان مردم ایران شنید که به قول معروف حقشون رو کف دستشون میذارن و کل رژیمشون رو اینطوری مچاله میکنن میندازن توی سطل زباله. خرکیف جنون دل شیدایی خیشم، حیران پریشانی و تنهایی خیشم، با اینکه لجنمال و عباپوش حقیرم، خرسندم و دنبال پول چایی خیشم. ما سینه زدیم اسکلا رقصیدند، بر ریش و نظام سیدعلی خندیدند. ما پاکه‌خواران صف اول بودیم، از آخر مجلس دم ما را چیدند. سلام عرض می کنم خدمت حضرت آقا. عمرت به سر نمی رسد و طی نمی شود، هی خواستی که نفله شوی هی نمی شود. آفرین. پرسیده ای که کی مخ تو منگ می شود، هر روز و شب عزیز بگو کی نمی شود. راهیست راه گور که باید به سر دوید، با سری دویدن و لیلی نمی شود. انشاءالله خیلی خوب، انشاءالله موفق باشید. خوبه شماها آینده های خوبی دارید انشاءالله. میان کار سر از کاهدان در آوردیم، میان کار سر از کاهدان در آوردیم، چقدر پشکل از این آشیان در آوردیم. چقدر از توی بیت شما متاع خوب، چقدر پول مفت چنگمان در آوردیم، چقدر از توی جیب تو سکه های زر، چقدر آینه و شمعدان در آوردیم. آفرین، واقعیت هایی رو بیان کردید. خیلی خوب آقای بیامرد. آب از سرت گذشت و به فردا امید نیست، داغون شدن هنوز برایت بعید نیست. امشب یه حال طنز به من دست داده است، اما تو را دریغ مجال شنید نیست.
بی سور و سات عشق چه باده چه بنگ ناب، فرقی میان جنس قدیم و جدید نیست. چه فضای قشنگی ترسیم کردید، خیلی خوب. 57 باز سر کوچه نشسته است، چیزی به جز قیام جوانان پدید نیست. آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب، دست شما درد نکنه. صیدلی یا روزخوانی را که تعلیم تو کرد، ای گدا بلبل زبانی را که تعلیم تو کرد. آفرین. روزخوانی گر نباشد زندگی پژمردگی است، راه و رسم روزخوانی را که تعلیم تو کرد. آفرین آفرین آفرین، خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب. از تو درس مرگ و راز غارتی آموختیم، رمز کشتار جهانی را که تعلیم تو کرد. میدمد در پای منقل دم به دم دود غلیظ، حق بازا شارلاتانی را که تعلیم تو کرد. خوبه خوبه. در جواب هرچه پرسیدم تبسم کرد و گفت عادل این پاچه خورانی را که تعلیم تو کرد. طیب الله انفاسکم انشاءالله. بینندگان عزیز، به پایان پیکشادی این هفته رسیدیم. امیدواریم که مجموع برنامه‌های این هفته ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه و تونسته باشه خنده رو بر لب‌ها و شادی رو بر دل‌های شما عزیزان بیاره. با ما با آدرس‌های برنامه در تماس باشین و نکات و پیشنهادات خودتون رو حتما برای ما ارسال بکنید. تا دیداری دیگه و برنامه دیگه، خدا نگهدار همه شما. دوباره بلند شو، امیدو ببر کجا، با پرچم بالا هم سفر ما، پر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون